یکی گورو یکی کان میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. آفرین دلنازه خان. من باوری دارم که تماشابینان عزیز ما فهمیدن مهمان امروزی ما کی هستند. یعنی مهمان ما استاد حسن حیدر می باشند. تیمور جان درست قید کردید که استاد حسن حیدر را ماست با همین سرودشان همگان میشناسند و البته بیایید حاضر با استاد زنگ میزنیم و همصحبت میشویم. زنگ میزنیم چون که ما در شهر خوجند هستیم. بله. استاد باشن در شهر دوشنبه. در شهر دوشنبه. انتظار میشیم. الو. بزنید. بفکرم همراه شدن استاد. سلام و درود استاد. سلام و درود. حضور شما باعث افتخار و سرفرازی ماست. همصحبت شدن با چنین آوازخوان مردمی و دوست داشتنی مثل شما این سعادت است. خوش آمدید به برنامه گفتگوی ما. تشکر. سلامت باشید. خیلی منتظرم. سلامت باشید. خدا نگهبان شما. سلام استاد. ما خرسندیم که شما مهمان برنامه ما شدید. من باوری کامل دارم که تشکر. گفتگوی من و شما و دلنازه خان صمیمی و آزاد میگذرد. البته. سرآغاز میخواهیم از حال و هوای روزگار خاطر شما که در چنین روزهای بس و مشکل برای کل مردم جهان از جمله تاجیکستان عزیز ما پرسان شویم. البته به همگان معلوم است، به همه امه، نه فقط در تاجیکستان آفتابروی ما، در تمام بشریت اینم یک درد بود، اینم یک سیاهی بود، اینم یک گویم که ناگواری حیات زندگی بود که به هر حال ما خواهیم نخواهیم اون زندگی دوام دارد. من حاضر این سخنان کرده استم و بسیاری ها در فکر و عقیده اون کسان هستند که در همین روزهای نزدیک، در همین گویم که هفته های نزدیک بسیار کسای خود را که نزدیکان خود را گویم همسایه‌های خود را خویش اقربای خود را بای دادند و این مرگ به محل بسیاری سر اول میخواهیم برایشان بگم که روح اونا خدا شاد کند، جاشون را جنت کند، چون که خواهیم نخواهیم با قول خیام که رفتند و رویم و باز آیند روند. لیکن وقتی که در همه پیرای ما دعای گویا که سالهای طولانی این با گویم که عقیدن اولادن میرود و سخنهای ما با خود برای آینده میگیم که یک سخن والای خدا رحمتی مادر من بود که خدا همین دمای پریشان نکند. ببینید تا چی اندازه سخنهای والای الهی هستند که حاضر دم ما آنقدر پریشان، آنقدر که پریشان نکند میگن. الهی با فقط بگیم که همون دعای اونها عملی گردد و این روزها تیزتر پس سر شود و با همون آینده درخشان هر یک خرد کلان ما بیشتر در حیات باز با همون زندگی آسایشته و زیبا همه قدم بزنند و خرد کلان یاش و پیر درد رو نبینند. تشکر زیاد استاد. مهم است که در همین روزها ما باید در حقیقت قاعده ها را رعایت کنیم و البته اون دستورالعملی که به ما وزارت تندرستی توصیه میدهد آن را رعایت کنیم و البته استاد خود را همیشه احتیاط کنید. ما همیشه میخواهیم شما را ده سر نبینیم. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. من همیشه با شما و با کلی همون شنوندگان گفتنی هستم. عین حال به چی کار مشغول هستید و چی نویگری از جاده ایجاد دارید؟ البته خواهیم نخواهیم من به خاطرم حاضر میبیاد سالهای 91 92 93 اون حادثه مرشده که در بستر تاجیک ما آمد، من اونها رو بسیار گویا که باید آوردن نیستم و در آن وقت ترانه های ایجاد کرده شدن، پیش رو آورده شدن و این حاضر بسیارتر همون روزها به خاطر میرسد، چون که خواهیم نخواهیم عزیزان اگر همه ما حقیقتا هم روزهای مدهش میبیاد، لیکن علال خصوص یک ساحه های هست که من مثال عادی ساحه تندرستی من سر فرود میارم به همه اون کارکنان تندرستی، هم جمهوری خودمان تاجیکستان آفتابی هم تمام دیگر مملکت ها دیگر کشورها که بیشتر بدوش وزمین ترین حالت بدوش آنها هست که آنها
به سلامتی خود سر اول نگاه نکرده در تلاش گویم که تنی صحت و جان آدمان دیگر هستند و این چنین اهل صنعت هم به فکر من اگر گویم که در طول یک هفته پیش ما همکاری داریم با یک استودیویی که آنها ثبت هم کلیپ های میکنن در آنجا اسکندر جان خالق برادر من هست ما یک جای یک دو ترانه‌ای که یکی از ترانه‌های نو بود یکی از ترانه‌ای که یادآور شدیم از اون سال‌ها که دوستان مشکلی دور زمان میگذرد و در آغاز این ترانه من چند مصرع‌های حافظ شیرازی را پیشنهاد کردم و خرسندی آور است که خیلی مقدار شنوندگان بسیار تماشاگران بسیار در یوتیوب به من زنگ میزنند از مینداری خود به من میکنن این باعث خرسندی ما میشد البته و بغیر از آن البته همه در خانه هستیم روپوش نیست همه در خانه هستیم در گرد اطراف گویم که نزدیکان خود و همه این گفته های چه سروران کشور و چه گویم که کارکنان تندرستی را البته همه حاضر در جوش و خروشی در تلاشی و از خود ما خیلی هم وابسته است عزیزانم از خود ما خیلی وابسته است بغیر از آنه که چی داروی دوایی هست سر اول داروی دوایی این دردی حاضر آمده بوده از خود حمایت کردن البته از حالت همدیگر با خبر شدن. استاد چه خیلی که حاضر شما قید کردید از سالهای 90 91 92 گپ زدیم بید به همون سالهای 90 برمیگردیم و گرچند که اون سالها برای مردم خیلی دشوار بود نوابسته از آن مردم شما رو دوست داشتن سرودهای شما رو دوست داشتن و سرودی پندی که شما در همون سالها ایجاد شده بود بسیار در دل مخلصان شما جا گرفته بود. من میخواستم که تاریخی همین سرود رو کمی نقل میکردید. این سالهای 89 90 این همون سالی که تولید این ترانه هست. من از 4 مصرع آغاز از خیام که چون کار نبر مراد ما خواهد رفت اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت پیوسته نشستیم در حسرت آن دیر آمدیم و زود می باید رفت از این دو بیت خیام گرفته در آغاز سپس با خواهش بخشش با رازگی استاد بزرگ محروم استاد لایق شیرعلی من در مهمانی آن کس بودم ما همکاری داشتیم با اجازت آن کس از یک چند دو بیت های خود استاد لایق وقتی که آن کس سر اول در آغاز تولید شدن این ترانه اون کس با خبر بودن وقتی که ترانه مشهور شد هیچ از خاطرم نمیبره در تمام کنسرت ها یک مثال عادی سال 98 در کنسرت تالار سیرک اون کس حضور داشتن و میگفتن که البته این باعث خرسندی هر یک شاعر هم میشد که وقتی سخنهای قلمی و نوشته شاعر معرفی میشد با آهنگ و مخلصان زیاد پیدا میکنند. بنابراین یکی از ترانه اولی من بود با نام پند زندگی در آغاز 4 مصرع خیام و سپس هم نقارات و هم دو بیت های استاد لاخی یکی گور یکی کان میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز و نگفتن آمد که در آغاز سال 91 آغاز کار کردی یکم این ترانه بود و بار دویم سال 2002-2003 ثبت این را ما در شهر یکاترینبورگ در استودیوی کنسرواتوری موسرسکی که در خود سویرلوفسک ولایت سویرلوفسک شهر یکاترینبورگ است اونجا ثبت کردیم و تا حال این ترانه و تولید سیوم این علاقه سنگ نواری است من رو پشت نمیکنم با برادر خود زیندین جان کریموف که در خود شهری از خوجند و ما طول یک نیم سال پیش همکاری رو آغاز کردیم و این نگفتن آمد که این با عباره با خواهشی دادر من زیندین جان شد که استاد آغاز بیاد کارکردهای نو را از همین ترانه که همین ترانه شما رو معرفی کرد و مشهوری از همین ترانه شد و من راضی خود را دادم و با همراهی زیندین جان با کارکردی نو و من میخواستم که با پس از سوال جوابهای ما
یک گویم که یک دردانه شود به همین محفل حاضره ما برای مخلصان کلی کمینه. میخواستم چون یک پدرود چون یک توفه برای باز تیزتر و بیشتر از مابین رفتنی همین حالتهایی به همه معلوم چون یک هدیه بکنم. این هدیه میشد هم از نام کمینه، از نام من و از نام زایندین جان. همین ترانه که با کارگردی سیوم. با زایندین جان کریموف کی آغاز کردید همکاریتان رو برادری من کردی؟ من باعث خرسندی است دلناز جان که برادر شما چون یک با پدر شما من خیلی سالهای طولانی شناس هستم و خرسندی آور است که آمده بینید که با همراهی کارهای ایجادی ما با علیان شما با خود شما هم دلناز جان با زایندین جان پدر شما هم اهل صنعت هستن، معلمی بزرگ هستن. من فخر میکنم و عموما البته به سخن آنه که مشو ناراضی از روزی که آید نابراری که انجام شبی تاریک صبح افروختن دارد. ما در خاطر داریم روش نشاط کرد مادری شما را ما آنجا نگفته نمیتونیم. تمامی کلی نه فقط دوستداران صنعت از این باخبر هستند. یک مرگی بی محل ما را از مابین گرفته. من این درد شما را بار دیگر همراه میشم و میدونم که عزیزانم این همش با امر خدا هست و بله تشکر. مرد نمیگد که ما در کدام تشکر که یاد کردید، تشکر که گفتید و ما نیز شما را دوست می‌داریم، احترام می‌کنیم. سلامت باشید. شناسایی با شما برای ما یک باعث افتخار است. تشکر. استاد بیایید با سرود پند شما میگذاریم. ما شنیدیم که آن زمان حتی عسکران این سرود شما را در وقت قدم زنیشان می‌سراییدند. شما آن وقت از این چی باخبر بودید؟ باخبر از سال 93 94 من از این باخبر شدم و این هم البته با یک باعث خرسندی من بود و تحت این ترانه نه فقط در یک گیم که قسم‌های حربی در چند قسم‌های حربی به من آنها که شناسایی با قماندان‌های اونا داشتم و به من گویم که اون وقت اون تلفن حاضر زمانه نبود و طوری هم شناسایی واخوری و هم با تلفن‌های خانگی به من میگفتن که ما در تمام میگویم که در فلانی قسمی حربی با این ترانه یعنی در همون مرش‌های پلات‌هایی که میگذارن میخوانم. من با این خبر هستم. استاد عزیز میخواستیم که با مخلصان شما درباره حیات شخصیتان کمی هم نقل کنید چون از زندگی پس پرده شما همگان معلوماتی ندارند و میخواستن که بشنوند. 100,000 بار شکرانه از خدا که در همین حیات هر یک کس فرزند را پرورد مادر پدر باسد عذاب تا برد فایده روز لااقل یک کاسه آب. هر یک مرد و هر یک فرد و هر یک زن با یک نیتی در این دنیا که آینده ما رو انعکاس میکنن اونا و در خود این خانه یکی پدر و مادری من یعنی در شهر وحدت ما هستیم. ما در درون خود حولی کمینه حضور داریم و گفتنی هستم که در همین شکران از خدا که دو پسر کلان من اونا دوگانیک هستند چون ما خود دوگانیک هستیم. دوگانیک حسن و زهرا هستیم. عموما چند فرزند دارید و آیا نفری آنها ادامه دهنده کسب پدر هستند؟ من گفتنی هستم که پسران کلان ما دوگانیک هستند 13 و سپر چون که من حسن و حسین نام گذاشتن نمیتوانستم به همه معلوم برای چی پسر خود هم نام خود میشید این نام قدر درست میشد 13 و سپر. اگر با ترجمه بگیم من از یک کتابی ترجمه ادبیات فارس تاجیک و ایران این را دریافت کردم. 13 اگر در ترجمه به زبان روسی گفتم ممکن است؟ ممکن соргалден. Сезар это трижды озолоченный сепарщик, охраняющий эти ценности. مضموناً یکی باید که گویم که با قولی تاجیکان زور باشد دیگری باید که عاقل باشد یعنی دانا باشد. این از کتابی است و هر دی آنها در راه صنعت
فقط با خانش نیو با اسباب‌های ضربی شغل داشتن از خودی و حالا هم در برای من در کنسرت ها در محفل‌های تویانا گیما در محفل‌های خرسندی در برای خود هستن هر دو آنها در اسباب‌های گویم که ضربی هستند. احسن بهترین استاد. انا که با سرودخوانی یعنی پیسری سپارجان دو پیسری اون ساربان و سامان نویرای من انا در آنها من کوشش غیرتی سرواندگی را دیدم. آنها چند ساله هستند استاد؟ یکی 10 ساله یکی 9 ساله. چون این بابا داشته باشن اگر حتما آنها استعدادی بلند دارن حتما. باید که به یک کوچه گنگی سرواندگی بیروند. وقتی که فرزنده و نمیره وقتی که شغل بچه دارن در آن دستگیری کردن در کار است. من ندارد که اصلا در سرود بخونند البته سپاری آسیزر سرو باید بخونند. استاد میگفتید که محبت به سرودخوانی به شما کی پیدا شد؟ در وقت نورسی یا اینکه بعدا در ایام جوانی؟ شکران از خدا میکنم که از با امر خدا از ایام سینی تا مکتبی من 4-5 ساله بودم تا حاضر هم نزدیکان من این را به من چه نقل میگم و در خاطر خودم هست که من چه آماده کردم من چه خواهش کردم از خودم از پدر که به من یکون اسبابی تهیه کنم و آنها بتوانستند یک دو سینه بگذارانند به یک چوبی که با آن با یک مخصوص چیز یافتند و من آواز همون اسباب برای گفتم این یکمی خرسندی من در کودکی بود و دوم خرسندی هم در صنف دومی به من رباب خریدن و الله که در صنف 2-3 من در مکتب در کروژک هواسکاران برآمد میکردم. بگویید که زندگی خود را از چند سالگیتان در یاد دارید و محیط اویلوی شما در کدام محیط شما به وایه رسیدید؟ البته هر یک کس اون جایی که جای زیست است جای تولید است خانه پدر مادری هست مقدس حساب میشه. ثبتم حاضر در همینجا رفته ایستاده است. این حوالی که در مرکز شهری وحدت اون وقت آرژنگیزآباد نام داشت و نه در دور از 20 کیلومتر هم از دوشنبه نیست. گاه میشد که ما یک 2 بار 3 بارم رفتم آمدن میگیرم که واسه بگم که کار ایجادی تمام که مشغولیتی کار ایجادی من همش در دوشنبه شهر است. من هم در آنجا هم در اینجا. آیا در اویله شما یگان که صنعتکار بودند؟ از پدر مادرتان یا اینکه یگان اولاد اجدادا؟ عجیبش همین است که من پرسان شدم در خودی پدر یا مادری من نه. از من پدر خدا رحمتی از سمرقند باستانی بودم. بعد در سن 15-16 سالگی من از این یعنی آگاه شدم که بابای ما در سمرقند یعنی که پدری من شعر می نویستم در محفل‌های همون وقته با شعرهای خود برآمد می‌کردن و این چنین افتاد که خودی مادری من هم پدرشون هم خیلی اگر از سبب ما که ما با زورا یعنی حسن زورا کنجگی هستیم و بنابراین پدر ما در وقت جوانی از سر رفتند یعنی که مادر توی 10 سال پیش 2010 بود و اون که یکم برادر و یکم خواهر رو در جدای سند من اینو همه گاه میدونم که نیست این یک من خودم گوگو حیران میشم که از کجا این خیلی هم میشده است نه فقط در آن آویلایی که پس از کسی و دیگرها دست میگیرن ممکن در آینده باز بخیر تجربه خدا پاچه که اینها مثلا پسرها در اسباب‌های ضربی شغل میکنن یعنی که مینوازن و خیلی ماهرانه تعریف نه وقتی در دیگر جا میگن که پسران هر دوشون خود از همدیگر فرق ندارن در نوازش اسباب‌های ضربی و در آینده نه چه در واقع گفتیم باز از دوام یکی از نبیرها من در 2 تا اونها میبینم که شغل سرودخوانی دارن با وقت اونه نشان میدهد.
вақте ба Душанбе омадед, фаъолияти худро чӣ хел оғоз кардед? Дар ҳайати ягон гурӯҳ будед? албатта соли 81 оне дар синни ҷавонӣ 81 дар тоҷик госконсерт озмуне шуд. Дар он вақт ба ғайр аз оркестри гулшани назди хонаи радио фаъолият мекард. бисёре медонанд аз синни соли аз 35-40 боло медонанд ки гурӯҳи орзу ва барои нав ташкил кардани гурӯҳи эстрадӣ барои ба сафарҳои иҷодӣ дигар давлатҳо баромадан ташкил шуд гурӯҳи Парвин бо сарварии Шоди Пулодӣ ва ин кас писари маърум шоири шинохта Тилло Пулодӣ ва дар он ҷо тӯли 2 моҳ озмуне гузашт. Зиёда аст 50-55 кас онҷо иштирок кард ва бо хурсандӣ мо дар он буд ки мо 3 кас гузаштем, яъне ки аз ҳамон миқдор як Муминҷон Халимҷонов, Сабиҳат Неъматова ҳамроҳи ман 3 кас мо ҳамон озмунро гузаштему. тӯли 2 моҳ пас аз он тайёрӣ ба як омодаи барномаи нав ва сафарҳои иҷодии дурдасти мо оғоз шуд соли 82. яъне шарқи дур, Камчатка, Сахалин, тамоми гӯем ки шаҳрҳои бузурги Русия. ҳамин дар бораи ҳозир сафарҳоятон савол доштем устод. ба кадом давлатҳо сафар кардед ва дар кадом давлатҳо бештар шуморо пазироӣ гуфтанд ва ба шумо кадомаш писанд омад бисёртар? яке аз хотир фаромӯш нашаванда сафарҳои иҷодии мо соли 89 аз тарафи хонаи ин аллакай буд, аз тарафи хонаи маданияти шаҳри Ваҳдат бо гурӯҳи фолклорӣ ва дар он ҷо як таронаи эстрадӣ лозим буд ки бо забони худи юнонӣ бошад. ин сафари иҷодӣ ба юнон буд. дар шаҳри Афина, баъд аз шаҳри Афина фестивал гузашт дар шаҳри Науса як аз шаҳрҳои калонтарини юнон ҳаст. дар он ҷо зиёда аз 17-18 давлат, яъне ки дар ин фестивали давлатҳо мо чун гӯем ки хонаи маданияти Ваҳдат ва на Тоҷикистон мо муаррифӣ кардем иттиҳоди шӯравиро ва дар он ҷо ҳеҷ аз хотирам намебарад бо як таронае ки бо номи ман тӯли як ҳафта тайёр кардам бо номи Ямянихта. ин ба забони юнонӣ яъне ки ҳамеша устод агар ҳамин дар ёдатон бошад каме ҳам бошад месароидед ҳамин як порчаашро? албатта ин хел таронаҳо ҳеҷ аз хотир намебаранд. ман метавонам бо тарҷимааш ба шумо. Ямянихта трели маҷису пелегмене стокормису Ямянихта трели маҷису мефизменеу тиҷои Мянихтамонам аз ифхото ке мусики ке ёёпла Мянихтамонам ази офси нафси крои Мянихтамона вики. ин бо кадом забон буд? мазмунаш яъне ки забони юнонӣ аст. агар шумо аҳамият додед калимаи мусиқӣ дар он ҷо буд. вақте ман пурсон шудам ин ҳамон тарҷимаи мусиқии мо будааст ва яъне ки фақат дар иҳотаи санъату фарҳангу мусиқӣ бошеду ва ҳамеша ба ҳамдигар тавассул. беҳтарин ташаккури зиёд устод. аслан хидматҳое ки барои модарон мекунем ҳеҷ арзиш надорад, аммо боз ҳам беҳтарин коре ки шумо барои модар кардаед чӣ буд? бештар аз агар таронаи ба васӣ модарон бахшидошта бигирем, ин боиси таъриф нест. вақте ки солҳои 2011-2012 дар кадом озмун буд ҳозир ман гуфта наметавонам, яке аз беҳтарин таронаҳои ба васӣ модарон яъне ки ҷудо карда шуд, яъне ки шинохта шуд ва дар пеши пои модари худ сажда мекунам, худро ғулому чокару ҳамбанда мекунам. вақте ки модар пас аз синни 80 фақат хурсандии он дар он кас буд ки аз ҳама мавридҳои хурсандиовар вақте ки ман бо асбоби гитара дар назди он кас ҳамин таронаро иҷод мехондам. метавонед барои мо сароид устод? барои чӣ?
ها شیرین‌تر از لفظ مادر و گرمتر از مهر مادر، سخت‌تر از توانایی و قدرت مادر، نرمتر و پرمهرتر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزار بسد نوز پرورید، از بحر من فراغت و آسایش ندید، باریگرانی زحمتی فرزند را کشید، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم. در پیش پای مادری خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. در پیش پای مادری خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. تشکر زیاد استاد. خیلی آواز فارم دارد و سرود هم معنی بلند دارد. تشکر. استاد، در زندگیتون از کدام کاری نکردهتون افسوس میخورید؟ فقط از یک چی روانه به یک چی بکنم، چون به عباره فردوسی در جهان بلندی و پستی، در جهان بلندی و پستی توی، ندانم چی هنان چی هستی توی. سر اول خواهش ما خوب است، تکیه به یگان چی کردن، کوشش و غیرت به یک چی کردن، لیکن هر آنچه که اوی می‌یابد به فکر عقیده من هم‌آوازی و هماهنگی با او هست. بنابراین 100,000 بار شکرانه اون مخلصان مهربان و عزیز مقدس خود میکنم و نگفتن امانت که ممکن آن چیز دیگر نباشد که وقتی که اون آفرید اون آهنگ ها رو به من میفرستاند، وقتی از من پرسان میشن که فلان تنها را میخواند آهنگی کیست، وقتی من خاموش میستم از من بخشش میپرسن، بخشش میپرسن برای آن که الله که جواب من سکوت به اونا معلوم میشد که این جای تعریف تفسیر نیست، این همش با همین خودش است. و بسیار کسا میپرسن وقتی که آهنگ بیشتر با اونا معقول شد میگن که استاد این نوته ها، این عباره ها، یعنی که این موسیقی از کجاست؟ من میگم از آنجاست، یعنی که از بالاست، که از خودی او است. و از یگان چیز دیگر پشیمان شدن تا حال 100,000 بار شکرانه میکنیم، خواهیم نخواهیم زندگی یک گویم که شیوره یک روشی یک خیلی خود ندارد، هرچی های بر سر فرزند آدم بگذرد. و سلامت من تکیه میکنم به سخنهای محیب. ای دل تو از این زندگی ناشکری مکن، از دست پراکندگی ناشکری مکن، تو شکر بکن که جانی بر جا داری، روح حیثیت و زبان گویا داری، در اصل به تو عصاکش لازم نیست، دو پای روان دو چشم بینا داری، ای دل تو از این زندگی ناشکری. تشکر زیاد استاد. بهترین استاد، بهترین، تشکر زیاد. استاد همین هر یک شخص یک کمیر دارد یا اینکه یک مخلص یگان هنرمند است. شما آیا یگان کسا گوش میکنید یگان هنرمندی ممکن که تاجیکستان باشد یا اینکه بیرون از تاجیکستان؟ البته من بیشتر تاکید به چی میکنم در تمام محفل ها، چون در طول یک 2 سال پیش 75 سالگی استاد جلوه مراد من روی راست گفتم این دست‌ها هست، این روپوش نیست. در آغاز وقتی که من رباب را به دست گرفتم، البته از ترانه استاد جلوه در استاد جلوه مرادف در محفل‌های مکتبی اون وقتا به خاطر شما از خانه‌های پنیران بود و در خانه‌های مدنیت در بارامدان از ترانه‌های استاد جلبک آنها من رو یعنی که وادار کردم به روی راست گپ زدن به صحنه کسبی و نه فقط ترانه‌های استاد بلکه بسیار چیز دیگه هم در صحنه، رفتار رو در صحنه، بعد میگم که طرز لباس پوشی، بسیار چیزا خواهیم نخواهیم باید ما از یک چی رو میگیریم و سپس راه خود رو میبینیم
و بیشتر به شغل به ترانه‌های احمد ظاهر و از حاضران هنرمندان از موین خیلی توجه به خوانش او دارم. البته ترانه احمد ظاهر ما چقدر گویم و یکی از گویم که شناخته ترین خواننده شرق حسابیده می شود و بیشتر اون سالهایی که من در خانه مدنیت شهری وحدت چون راهبر دیسکوتک و همون دیسکوتک بیشتر به من چی داد؟ این پایه پیدایش ترانه‌های حسن حیدر. برای چی؟ برای که آنجا هم ترکی، هم عربی، هم ازبکی، هم تاجیک، هم روسی، هم فرانسوی، هم ایتالیانی، هم عربی، هم تمام موسیقی‌ها طول 8 سال 9 سال برای جوانان من هر بگاه شنبه و یکشنبه در خانه مدنیت و همیشه پر آدم بود. بسیار حاضر منو دستگیری میکنن چون که تا حال در خاطر میبرن که چه خیلی شب‌های دیسکوتک عجایب میگذراندی. همون چیز پایه پیدایش ترانه‌های خود ایجاد کرده حسن حیدر میشه. در زندگیتون حالتی شده است که این به نظر شما بد بود اما در نتیجه معلوم می شود که برعکس کار یعنی خوب بوده است؟ این یگانه چیزی هست وقتی که در اتحاد شوروی خدمت حربی در قشون‌های حربی، یعنی که وقتی که آماده شدیم و با امر تقدیر من بر همون گویم که قسم‌های حربی آلمان غلطیدم. در همین آغاز خیلی هم ناراضی از این محفل بودن که من چقدر کن از خونه وقتی که ما رو با سامولات از دوشنبه به دمدیده و از دمدیده و به برلین سفر کردیم. طول البته همه آن میدونن طولی تا 1 سال نه آنقدر هم به همه معلوم است که در همون سالها قشون‌های حربی ما در گرمانیا بودن، در آلمان گروپ سویسکی خوز گرمانی و در اونجا در قشون‌های حربی در راننده مکانیک راننده تانک بسیار کسا وقتی که صورت‌های آلبوم میبینن بعد باور میکنن که کمینه در شترووالی یعنی در تانک مکانیکی راننده بود. من با این چی گفتنیم در آغاز خیلی هم ناراضی بودم از این حالتی که در زندگی من چون به خود خارج رفتن است، لیکن وقتی که در سال دوم خدمت در چستی یعنی که در گروهی موسیقی مرا وارد کردن و با ترانه‌های نگفتن آمد همون سالها یکی از ترانه‌های در گلشن صدا میداد قدی تو بالای تو حسن نظرها بود چشم دلارای تو تابه، یعنی این ترانه آن وقت صدا در گلشن میداد و دویم ترانه به زبان روسی عمر خیام به واسه عمر خیام از همون سالها آواز من میخواندم و تا حال در برنامه کنسرتی من هم به زبان تاجیکی هم به زبان روسی خیام وجود داشت و خواهد وجود داشت برای که اون ابد زنده است. اشعار خیام این جواب به سوال شما. سر اول من تماما ناراضی بودم وقتی که در آنجا در آزمونای بینی گیم که قشون‌های سرحدی قشون‌های خودی در آلمان بودن نه یک بار نه دو بار جایزه‌های اول رو اشغال کردم و ما رو به همون گیم که زواد موسیقی وارد کردن. این یک قدمی بود در جاده صنعت در کارهای ایجادی من. متاسفانه نبود شرایطی که اون چیزا رو ما ثبت کنیم بیاریم و تمام سال دومی خدمت کمینه خود با اسباب گیتار گذاشتیم و در تمام آزمون‌ها و در محفل‌هایی که اون افیسرهای ما می‌گذراندن ما رو تکلیف می‌کردن. البته و اون شهرهای مگدنبورگ، درزدن، گراندنبورگ، پاتسدام در یک سفری در یک 2 سال خدمت بسیار شهرهای کلان آلمان نبینه که این هم با عمل تقدیر بوده است و 2 سال من هیچگاه پشیمان از آن نیستم که 2 سال خدمت حربی من در آلمان گذشت. استاد عزیز میگفتید که همین
در اینقدر سالی که شما تجربه دارید و البته میتوانید یک لحظه زندگیتون نقل کنید که میخواستید که همون لحظه تکرار به تکرار شود. بیشترین و بهترین و از خاطر فراموش نمیشدگی لحظه وقتی که کنسرت کمینه خاتمه یافت، ترانه آخران در برنامه کنسرت خوانده شد و آنها از تالار برون نمیشن و تکرارا با 2-3 ترانه خوانده میشد. این لحظه ها به فکر من برابر این لحظه ها در حیات نه فقط به فکر من کسی ایجادکار از این والاتر نمیشد. استاد میگفتید که جوانان حاضره از جوانان دوره شما چی فرقیت دارند؟ البته گفتنی هستم که من یگان کارهای گویم که کردارهای منفی جوانان حاضره رو گفتنی نیستم، چون که با مرور وقت ما خواهیم نخواهیم جوانان پیش از ما هم دیگه بودن. یعنی این با مرور وقت وابسته از محیط، یعنی از رفت زندگی، از رفت ساخت. دوره شورایی به همگان معلوم است، ممکن تماما دیگرگونی ها بود، من حاضر اونها رو به مثال آوردن نیستم، شرایط زندگی تماما دیگر بود. این البته عکس می‌یابد در رفتار و در کردار نه فقط جوانان، عموما در عموم. و یگانه چرا گفتنی هستم که این به نفس جوانان حاضره نرسد. من قدر و قیمت حرمت و احترام جوانان حاضرم بیشتر شکرانه از آن که بیشترشان فهمیش خوب دارن، حرمت و احترام قانونا رو میکنن، آیله های خوب برپا میکنن، شکرانه از آن میکنم. به هر حال خواهیم نخواهیم به نفس اونا نرسد. در آن وقت، در وقتهای گویم که 30 سال و 40 سال پیش در بین جوانان ممکن وابسته از همون محیط اتحاد شورایی بود که نمیدونم مهر و محبت همدیگر خیلی زیادتر بود و من بسیار هم میخواستم و با آنها یعنی مراجعت کردم، میگفتم که چون در شعر هست که مهر است و محبت است و باقی همه هیچ، باقی همه هیچ. چون که از انسانیت چی میماند؟ یک شاعر گفته است از چی که ما مرده که دنیا مال توست، هر لحظه عجل بدان که دنبال توست. و یگانه چیز مهر محبت همدیگر، کوشش غیرتی گویم که سخنهای خوب، عبارهای خوب، تبسم به همدیگر، این وادار میکنند هر یک انسان را و میرساند به نسل‌های آینده. شما انسان قصدگیر هستید استاد یا عموما قصد گرفته اید یگان وقت؟ من یگانه چی گفتنی هستم، گرچه که مادر بزرگوار من، پدر اونا شاعر هم نبودن، لیکن گفتهای مادر من را من حاضر اگر خیش اقربا اگر گوش کرده ایستاده باشن یا که تماشا کرده ایستاده باشن میدانند این باعث تعریف تاسیف نیست. بسیار بسیار سخنهای مادر ما را در عباره‌های شش، یعنی در خیش اقربا یار دوستان کمینه همه شما میدانند در محفل میشینیم و میگن که با گفتیم مادری حسن حیدر فلان فلان سخنها، یکی از آنها همین است: پسرم هیچ وقت استیزه مکن، همیشه حواله به خدا کن. قصدگیری هم خواهیم نخواهیم، فقط آنی که میشود در گرد اطراف یک گپی تاجیکانه، یک گپی عادی سخنهای مادری من. پسرم نه تیلته. سوال آخران را میدهم، بگویید که حسن حیدری امروزه با حسن حیدری 18 ساله چی مصلحتی میداد؟ البته عجیب سوال، عجیب. یگانه ممکن آن خطاگاهی که پس از سن 18 تا حاضره شد، البته اگر از یک طرف نگاه کنیم با آنها راه نمیداد. یعنی که خواهیم نخواهیم یگان بنده نگفت که او خود عالی هست، یعنی که بخلاف است، یعنی که بخطا هست. من فقط چی میگفتم، شکران از آن میکنم که یگان استیزه و یگان ناخوبی، یگان گویم که لحظه های منفی اگر در حیات می داشتم ممکن حاضر به یگان نصیحت اون حسن حیدری 18 ساله میشدم. اگر حاضر در این پس از سوال شما یگان حالتی در خاطر من می اومد که من
از آن کاری کرده خود خیلی هم پشیمان میشدم، ممکن اون لحظه را به خاطر می‌آوردم. فقط شکرانه اعظام میکنم. ممکن از طلبه پدر و مادر است و این را البته به فرزندان خود، به نبیره‌های خود، به آینده حتما برسونم. البته این گفته‌های شما برای جوانان حاضره هم بسیار درسی مهم باید شود و البته امروز خیلی خرسند هستیم و سرفراز از آن هستیم که شما امروز با ما بودید و وقتی خود را دریغ نداشته به سوالهای ما پاسخ دادید و البته به شما عمری دراز، صحت، سلامتی خواهانیم. همیشه زنده باشید و با سرودهای بهترین خود دل مخلصان را همیشه شاد بگردانید. سلامت باشید. من در خاطر می‌خواستم به شمایان هم در کارهای ایجادی شما، به خود، به اهل اولیای شما، به این برادری که با من هم صحبت هستند، به زاین جان، فقط سر اول صحتمندی میخواهم. من گفتم امروز که دو اون مصرع‌هایی که به من روانه کردن، من نیت اونها رو برای چی خیلی هم با مورد حاضره حالا 2 روز پیش به من فرستادن. یکی از گویم که ایجاد شعر میکنند و خود شاعرم هستن، نجم‌الدین رشیدوف، خیلی هم والا نویسن. یکی از آنها امسال بهار آمد و گلزار ندیدم، سرگشته کسی را لب جویبار ندیدم، با غنچه دل درد جگرسوز شکوفان، آرام دل از گردش روزگار ندیدم. بلبل شده نالان زیباران بهاری، در خنده گل لذت بسیار ندیدم. حیران و پریشان چنین جلوه تقدیر، از غیر محبت چیز در کار ندیدم. ای خالق یکتا مدد کن من عاجز، جز دامن تو جای گرفتار ندیدم. بنابراین از آنم گفتنی هستم که این روزا پس سر میشد یگانه خواهشی کمینه به همه خرد و کلان، نه فقط اون کسایی که با ما در گویم که علاقه هستن، به همه کسان فقط نیت‌های نیک از آن که این روزا تیسر پس سر شود و باز با همون زندگی آسایشته حالم شکرانه میکنیم و این هم دور نیست. تشکری زیاد استاد که با همراه ما صحبت کردید، همراه ما بودید. باوری دارم که این گفتگوی ما صمیمی و آزاد گذشت. سلامت باشید. با کارهای ایجادیات شما موفقیت خواهانم و هر روز از شبکه‌های اینترنتی دیده ایستادیم که شما برای مخلصان سرودهای نو به نو ایجاد کرده ایستادید. آرام نمی‌ایستید و بگذار آرام نیستید و سرودهای شما را ما انتظار می‌شویم. سلامت باشید. آباد باشید. سلامت. یک همه خوشبخت و خوشروز و خوش الهام و خوشنود باشید. در خاندان هر که شما آرامی، آسایشتگی، آبادی، آزادگی و صحتمندی حکمران باشد. اینک دوستان عزیز، برنامه نوبتی گفتگو به آخر رسید. شما حتما آبونه شوید و از نویگری‌های جدید ما باخبر باشید. حتما هر آن درخواست و تکلیف‌های دارید در کامنت‌ها نویسید. ما آن را قرائت میکنیم و سوال‌هایی که برای مهمان‌های ما دارید با مهمان‌ها سوال‌ها رو میدیم و جوابش رو حتما شما میگیرید. و ما البته آن مهمان‌هایی که شما درخواست میکنین البته به برنامه گفتگو دعوت میکنیم. سلامت باشید. سربلند باشید. زیکا میوزیک. چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت. پیوسته نشسته ایم در حسرت اون، دیر آمدیم و
زود می باید رفت. یکی گورو یکی کان میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. مستی و میخانه شینی، زمین را گاه زیری پا نبینی. زمین گاه ها از آن جنبت که گوید غنیمت دان که در روی زمینی. یکی گورو یکی کان میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. جهانی را به ما میراث دادند، فضای را پی پرواز دادند. شما را مادران زادند و روزه، زمین را همچو پاینداز دادند. یکی گورو یکی کان میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. آسمان با هم نآید، در عالم آدمی بیغم نآید. شب از گریه باران شنیدم که هرگز دیده بینم نآید. یکی گورو یکی کان میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جان میکند باز.